اگر دوست داری یک همچین ایستایی روی کتت و پالتوت آستینت داشته باشه، حتما باید یک زیرساز قوی داشته باشی. برای این کار باید بیای 4 برگه لای اسلشن رو به ابعاد 25 در 25 20 در 20 15 در 15 و 10 در 10 البته از هر کدوم 2 عدد برش بزنی و یک لایه پشم شیشه به ابعاد 15 در 15 وسط کار بذاری و این لایه ها رو با دقت و لب به لب روی هم قرار بدی و با حوصله با اتو پرس کنی و بچسبونی. لایه اسلشن چسب داره و به همدیگه میچسبه. از اتو سرد سنگین هم برای پرس کردن بیشتر کارت استفاده کن. وقتی که این کار رو انجام دادی، بیا روی قطر مربع یه برش بزن. من اینجا با خودکار برات پررنگ میکنم که متوجه بشی منظورم چیه. وقتی که این رو برش زدی، الان شما 2 تا اپل داری آماده میکنی. میای وسط کار رو به دست میاری، مشخصش میکنی، 1 کنیم از وسط کار میری جلو و یک هلال ملایم به گوشه های کارت میکشی و برش میزنی. این قسمت دور ریز کار ماه. حالا خط سرشونه رو اینجا مشخص میکنم چون قراره اپل من روی سرشونه نصب بشه دیگه. به اندازه پهنای سرشونه منهای 2 سانت علامت میزنم، 12 از طرفه و یک هلال برای قسمت پشت اپل پرتر و برای قسمت جلو یکم خالی تر برش میزنم. حالا باید اپلم رو بهش فرم بدم. میام میذارم روی ژانت، با دقت و حوصله اتو میزنم و یک مقدار کار رو بیشتر پرس میکنم و فرم حلقاستین و سرشونه رو به اپلم میدم. شما با این اپل دستساز یک زیرساز قوی دارین که کپ بسیار عالی در سرشونه به شما میده. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه، ازش حمایت کنین و برای دوستان خیاطتون هم بفرستین.